شادی، سرودی که مرزها رو در هم میشکنه، قلبها رو به هم نزدیک میکنه و ندای وحدت رو در گوش جهان طنین انداز میکنه. اما یا میدونستین که این ملودی جاودانه در دل سکوتی عمیق زاده شد؟ سرود شادی بخشی از سمفونی نهم بتهوونه، اثری که در سکوت گوشهای ناشنوای یک نابغه شکل گرفت. اما برای بیان یکی از عمیق‌ترین آرزوهای انسانی خلق شد. آرزوی جهانی که مردم در اون در صلح، برابری و برادری کنار هم زندگی کنند. این اثر الهام گرفته از شعری به همین نام نوشته شیلره. شعری که بتهوون اون رو تبدیل به صدای امید کرد. بتهوون که خودش در انزوای ناشنوایی زندگی میکرد، با این قطعه میخواست نشون بده که موسیقی میتونه دیوارها رو بشکنه و قلبها رو به هم پیوند بده. امروز با هم قدم به دنیای سرود شادی میذاریم. آماده اید که نه فقط موسیقی بلکه پیام جاودانه اون رو لمس کنیم؟ فرمی که دارین میبینین فرم نوت نویسی برای ساز پیانو. برای نوازندگی روی ساز پیانو از دو دست استفاده میکنیم، دست راست و دست چپ. این آکولات در برگیرنده دست راست و دست چپه، به این صورت که خط بالا دست راست نوازندگی میکنه و خط پایین رو دست چپ. ممکنه که خیلی براتون چالش برانگیز باشه، یک دست میتونه یه چیز دیگه نوازندگی کنه، دست دیگه نوت دیگه رو نوازندگی کنه. در قسمت دوم این آموزش، یعنی در ویدئوی بعدی، کاملا این مبحث براتون جا میفته. و اولین چیزی که دقت میکنیم تایم سیگنچرمون هست، کسر میزانمون که داره 4/4 رو به ما نشون میده. یعنی در هر میزان ما 4 ضرب داریم. میایم از میزان اول نوت ها رو با همدیگه نگاه میکنیم و جایگاهشون رو روی پیانو پیدا میکنیم. نوت اول ما نوت می هست. شکلش سیاه هست. چون بین خط 4 و 5 هست اسم نوت می رو میگیره. بین خط 4 و 5 هست میشه می بعد از اکتاو وسط پیانو. و نوت بعدیمون هم باز می هست. نوت بعدی فا، نوت بعدی سول. در میزان بعدی نوت هایی که داریم سول، فا، می، ره. میزان بعدی دو، دو، ره، می. میزان آخر می، ره، ره سفید. دقیقاً در هر میزان 4 ضرب داریم. توی میزان اول تا سوم 4 تا سیاه داریم و در میزان آخر این 4 ضرب به صورت 2 سیاه و 1 سفید اومده. سفید برابر 2 ضربه و هر سیاه برابر 1 ضرب. پس در مجموع توی میزان آخر خط اول ما 4 ضرب رو باز هم داریم. نوت ها رو میخونیم و میزنیم. یک بار دیگه نوت ها رو من میخونم. می، می، فا، سول. و هر کدوم رو باید به اندازه 1 ضرب کلاویه رو پایین نگه داریم. من با شمارش این کار رو انجام میدم. 1 و 2 و 3 و 4 و پس یه بار دیگه نوت ها رو میخونم. می، می، فا، سول. حالا میزان دوم نوت ها رو میخونیم. سول، فا، می، ره. سول، فا، می، ره. 1 و 2 و 3 و 4 و دو میزان رو به هم دیگه وصل میکنیم. و حالا میزان سوم. اول نوت ها رو با هم میخونیم. نوت های دست راستمون هست دو، دو، ره،
می. یک و دو و سه و چار و میزان آخر خط اول می ره ره. ره آخرمون سفیده و 2 شماره رو میگیره، پس میشه می ره و 2 و با شماره 6 1 و 2 و 3 و 4 و. برای خط دوم نگاه میکنیم که به نظر شبیه همون خط اوله، فقط توی میزان آخر با هم دیگه کمی متفاوت هستن. میزان آخر ر دو دو. اگر دقت بکنید تو میزان آخر خط اول می ر ر بود و توی میزان آخر خط دوم شده ر دو دو. چون که تکرار هست کل خط و فقط میزان آخر تغییر داره، میزان آخر رو با شمارش با هم اجرا میکنیم. میشه ر دو دو. برای شمارشش میشه 1 و 2 و 3 و 4 و. و حالا میریم سراغ خط سوم. خط سوم نوت‌های میزان اول هستن ر، ر، می، دو. میزان دوم ر، فا، می، دو. میزان سوم ر، فا، می، ر. میزان آخر دو، ر و سکوت سفید داریم. یعنی دست راست دیگه نباید چیزی بزنه بعد از ر و به اندازه 2 ضرب باید دست راست سکوت بکنه. حالا با شمارش خط سوم رو میزان اول رو میزنیم 1 و 2 و 3 و 4 و. میزان دوم 1 و 2 و 3 و 4 و. میزان سوم 1 و 2 و 3 و 4 و. میزان آخر 1 و 2 و 3 و 4 و. و حالا خط آخر این آهنگ تکرار خط دوم ما هست و برای ملودیش همون خط دومی که نوازندگی کردیم برای خط آخر هم نوازندگی میکنیم. حالا یک بار با هم دیگه از اول تا آخر ملودی رو نوازندگی میکنیم دست راست ها رو.
ملودی این قطعه رو با همدیگه نوازندگی کردیم، یعنی دست راستش رو. در قسمت بعدی بهتون آموزش میدم که چجوری بتونید دست چپ رو باهاش همراه کنید و روی اپلیکیشن، همون روی اسکرین کوچیک گوشیتون، بتونید هر دو دست رو با همدیگه نوازندگی کنید و اصلا فلسفه این که دست چپ و دست راست چجوری میتونن با همدیگه توی پیانو نواختن هماهنگ بشن رو بهتون آموزش میدم. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشین از آموزش، براتون جذاب بوده باشه. اگر که این آموزش رو دوست داشتین ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال کنید که قسمت بعدی این آموزش که همراه کردن دست چپ با دست راست هست بهتون اطلاع داده بشه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.